4 سال باز من ندیدم که اینجا نوشدگیش فقط می خاک میپرتاییم. این مرد راننده خطسایری 55 است که از افشای نامناسبش خودداری کرد و از حالت بی‌ضبط روحی ابریشم که از نزد بیمارخانه ولایتی می‌گذرد اظهار نگرانی کرد. میگوید که همه روزه از این راه صدها خطسایرهای مسافرکشانی می‌گذرند. وقت‌های آخر وضعیت ناگواری راه و چقرک‌ها باعث نگرانی نه تنها رانندگان بلکه مسافران هم شده است. زیرا هنگام برخورد نقلیات به این چقرک‌ها حالت آسیب دیدن مسافران از احتمال دور نیست، میگوید راننده خطسایری 55. مسافرها بعضیشون کلاشون هم زده میگیرن. ما همینجا خیلی احتیاط بشیم که این بالنچه نداریم شکایت نشود بده. چقرک‌ها و حالت ناگواری راهی مذکور از نزد بیمارخانه ولایتی تا کوچه سید ولیف یا خود چهارراهی چشمه ادامه میکند. این معمای ساکنان مسئله نو نبوده بلکه طی چند سال آخر حل نشده باقی مانده است. هنگام نوارگیری گروهی کاری رانندگان زیاد از حالت راه شکایت کردند تا حتی برخی از آنها نگرانی و شکایتی خود را بی اساس خواندند، زیرا با برابری گفتن و تاکید کردند تا حال راهی مذکور روی تعمیر را ندیده است. بالون نابود میشد، خداوی ماشین میریزد. شالو میکنم. نه اتومبیل چونش تنش میکنیم که ولی اوبالبانیزه پیشی رودم مثلا. همون خودم بشناسم که اینجا میشه. یکم مسئله دکتر میشم. یا من گازنا سوانی اینجا درست میشد. آتارزی حالتی امیرا من روزی نیکده. کیم که اینجا وابسته. امیخی کنید که امنام بیند اینجا. چقرک‌های راهی مذکور در شهر خوجند تنها موضع محله 34 نبوده. این حالت در راه ماشینگردی 8-12 نیز به مشاهده میرسد. هنگام گذشتن از راه مذکور نقلیات هر لحظه به چقرک‌ها برمیخورد که این حالت باعث نگرانی رانندگان و ساکنان و مسافران شده است. عایدی حالت ناگواری این دو راه ماشینگردی حدودی شهر، مسئولین کارخانه دولتی استفاده بری راه‌های شهر خوجند به ما اطلاع دادند که تعمیر جاری راه به نقشه سال 2022 درآورده شده است و آن باید تا آخر همین سال از نو منفرش کرده شود. یگانه معمای سری وقت برطرف نکردن چقرک‌های راه را مسئولین به ساختمان بیناهای بلند آشیانه موضع محله 34 پهلوی تولدخانه شهری وابسته کردند، زیرا بنا به گفته آنها بعد انجام کارهای ساختمانی احتمال گذرانیدن خط آب و تشناب از راه مذکور موجود است. بنابراین راه مذکور بعد پورا انجام یافتن کارهای ساختمانی بیناهای نو بنیاد روی تعمیر را می‌بیند. ما امسال به نقشه گرفتیم که مسافه همین مسافه و مبلغ‌های همین گذراندن کارهای تعمیری منفرش کنی همین مسافه را ما اوجه به نقشه گرفتگی مبلغ‌ها همش مسئلهش حل شدگی، اما یک معما آن است که از طرف همین اداره‌هایی که در همین جا ساختمان‌هایشان را حال دوام داده ایستادند، همین کارهای زیری گذراندن کارهای زیری زمینی و کشیدن خطهای آب تامین کنی، پرتو و برق تامین کنی همین کارها حالی آغاز کرده نشده است. البته ما با همکاری اداره خوجند آب کانال و شبکه برقی همین مسئله ها را حاضر حل نموده ایستادیم و در آن وقتی که از طرف همین صاحب کاران در وقتی بعد از گذراندن کارهای زیری زمینی و کشیدن خطهای آب تامین کنی و دیگر نمودی اینفراستراکچورهای زیری زمینی همین موضع راه از همین راه ابریشم، از راه ابریشم تا چهارراهی کوچه سید ولیف، چهارراهی چشمه میگوییم، همینجا تعمیر کل پوره منفرش کرده می شود. حالا در توازن کارخانه دولتی استفاده بری راههای شهری خوجند 164 از 9 کیلومتر راههای داخلی شهری، بیش از 318,000 متر مکعب راههای پیاده‌گرد، زیاده از 176,000 متر مکعب جویبارهای داخلی شهری و 2 پل قرار دارد. سال جاری طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سواد و شهر خوجند تعمیر و منفرش کنی 34 از 161 کیلومتر راههای داخلی شهر به نقشه گرفته شده است که قسمی از این راهها با مبلغ گذاری بودجه دولتی و باقی مانده با دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوتمند به انجام رسانیده می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.